مار داوود و من رحم بکو. چی میایستید انجام بهم؟ میخوایم دوباره بینم. پس بین ایمون نتونه درمو کرد. تی هم نور دارن. تو موی که چه کسی هستی؟ یا ما که و شما شاگرد کیان؟ بسیاری ما تو میتونی معجزه بکنی. یه معجزه سیمه انجام به. ارباب او مردم نویاقیگری تشویق میکنه و خوش ما پادشاه ای پیا پادشاه اعلی حضرت حسابی بزنیتش. یعنی هم تموم بکو. صلیبان بلنگا کنید. میخوان محکم بکنید. تنفان آزاد بکنید. قهر کلش عیسی مینش بی عیسی حالیه. سرو دما و صلیب کش سنش او د دنیای مرده قیام کرد. او زنه پرجلال عیسی هرگز دش گرتن نیه، بلکه چنونه که خوش میه. من زنه مینیم تا ون دوباره بردارم. هیچ کس ون دم نمیسونه، بلکه و خاص خومی کار نمیکم. می قدرت و اجازه ندارم که زنه بیم و ون دوباره به دست بیارم. عیسی مسیح هوتر د چیای که و آیما یاد میه قدرت و اختیار داره، پسی همیشه قدرتمندترین شخص دنیا باقی میمونه. در قرنهای گذشته حاکمای ظالم، مولایا، کاهنا، دانشمندا و فلاسفه بسیاری و این دنیا اما نورتنه. اما عیسی هنی هم زنا. او شخصیت یگانه کسی همیشه زنا و دنیا اماین عیسی مسیح بی نظیر بی. او با معجزت مریم باکره اماودی. زنه او بی نظیر بی. زنه او پر بی د قدرت ماورای طبیعت. او تنیا کسی که مقدس و بیگناه زنه کرده و گبترین معجزات تاریخ بشرنه و انجام رسنه. پیغام او بی نظیر بی. او و کل کسانی که وش ایمو بیارن و اونو و عنوان منجی و ارباب خوش و انتخاب بکن، عشق، بخش سن گنایو و رنوی سیزنهی میه. هر جا پیغام او رته امیدی تازه و هدفی تازه سیزنهی و مردم پیشکش کرده. مرگش بری صلیب بی نظیر بی. 2000 سال نهاتر خداوند پرجلال
عیسی مسیح ارباب ایمان فریسنا تاسی گنایو کل آیما قربونی بوا. قیامش بی نظیر بی، سرو دما مردنش بری صلیب، عجیب ترین چی مین تاریخ بشر اتفاق افتاد. عیسی دموت قیام کرد. و دنیا امایه زنهی مرگ و قیامش دموت بی نظیر بی و یه ثابت میکرد که عیسی مسیح درست هیو کسی بی که ادعا میکرد، یعنی کر خداوند بزرگ و نجات دهنده آیما. ایما نمیتونیم عشق عیسی من زنیم و تجربه بکیم. سیاک گناه ایمان ده خدا جگا کرده. انجیل میگه که همه گناه کردنه و مکافات گناه مرگه. اما عیسی میگه ای کسانی که زحمت میکشید و زیر بار سنگین ها هیرد موید، بیایید به تمه تا به شما آرامش بین. من راه، حقیقت و زندگیم. کس به پدر آسمونی نمیره الا درمه. سیاک عشق عیسی تجربه بکیم و گناهیون مبخش سبوه و سیاک زنهی جدید او من ایما بوه، باید اونو به عنوان یک قربانی آسمونی سی گناهیون مو قبول بکیم. ایما همینطور باید با اشتیاق کلام و راهنمایی اون پیروی بکیم. او و مرگش مکافات گناهیون ایمان ده. وقتی او قیام کرد، روح خوش و ایما پیشکش کرد تا و توانایی بیا تا چنو که او میها زنهی بکیم. او ما سیل بکی ما و دراغل حسامه ها در میزنم. هر کس دنگ من بشنو در ندرین واز بکر. ما میرم وامین زنهی او. وقتی مکافات اینه که او سی گناهیون شما در قبول بکید و اون و زنهی خودو دعوت بکید، سو زنهی همیشهی موید. در کلام خدا اموه که اروازوان تو اقرار بکید که عیسی مالک حقیقیه و با قلب اعتقاد بکید که خدا اون دموت بلند کرد، شما نجات پیدا میکید. شما میتونید ای دوانه بوید. ای مالک من عیسی، من گناه کردم، ده تو ممنونم که مکافات گناهیونم من دیه. مسی بخش سبیان گناهیونم و کارا خوی که انجام میم اتکا نمیکم، بلکه قبول دارم که تو ده جام و ری صلیب مردی. زنهی من و دست خود بیر و من کمک بکو تا ارادتون انجام بیم. آمین. ای دعا خواهش دل شمانه و میهاد که یکی ده پیروان عیسی مسیح بوید، شما میتونید ای دعان دمام تکرار بکید. ای مالک من عیسی، من گناه کردم، ده تو ممنونم که مکافات گناهیون من دی. مسی بخش سبیین گناهیونم و کارا خوی که انجام میم اتکا نمیکم، بلکه قبول دارم که تو ده جام و ری صلیب مردی. زنهی من و دست خود بیر و من کمک بکو تا ارادتون انجام بیم. آمین. ای دوان هنی تو تصمیم گرفته که عیسی پیروی بکید، باید مطمئن بوید که گناهیون تو بخش سبیه و سو زنهی همیشهی بیته. عیسی دوباره پیروانش میگه پیروانم و قسیام گوش من. ما اونو نمیشناسم و اونو هم دمام میآین. ما و اونو زنهی همیشهی میم و اونو هرگز ده بین نمیرن. کس هم نمیتونه اونو ده دست ما براخنه. میهاید او زنهینه که عیسی وعده کرده تجربه بکید و راز و نیاز و دعای روزانه و ته خدا ورگردید. هر رو واهنن انجیل و فرمو برده ده کلام خداوند نقشه جالبینه که او سی شما داره پیا بکید و کسانی که اون دوست دارن و دش پیروی میکن ملاقات بکید و هرگز ای وعده جالب اون دویر نرید. ما هرگز شما تنیا نمیگم و به شما پشت نمیکنم. مسیح همیشه به ته شما میمونم حتی تا پایان دنیا.